همکار میلاد آتمی بودید و هستید و تبلیغ میکنید سایت‌های شرطبندی رو، چه احساسی داری و فکر میکنی که چه آینده‌ای برای شما میشه متصور بود؟ هر چیزی ممکنه، یعنی نمیدونم، جواب خیلی سخته. آدمی از یه ساعت دیگه، من یه ساعت دیگه خودم اطلاع ندارم چی میشه، ولی فقط استرس. قرار نبود که اینجوری پیش بیاد، یعنی اصلا قرار نبود که اینجوری بشه در حقیقت. چه میدونم، تو هم بگیرن تیکه پارت کنن، تو هم بگیرن. من قمار رو به هیچ خلق اللهی، هیچ بنی بشری توصیه نمی کنم. موتورم فروختم، ماشینم فروختم، نمیدونم فلانم فروختم. بازی عزیزم قربونت برم، من وقتی داری بازی میکنی میبازی نکن. کی یقتو گرفته بری بازی کنی؟